بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اول از همه شما بینندگان عزیز از تشریف فرماییتون در این فضای زیبا و در این کوهستان و جنگلستان کشمیر به همتون تبریک میگم و خوش آمدید میگم. در حقیقت در این روزهای گرم تابستان یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه من اطلاع دادند که برخی از دانشجوهای پرشور و نشاط دانشگاه برای پیکنیکی اومدن به این محوطه‌ای که چند هزار کیلومتر از سطح دریا بالاست، منطقه کشمیر، جایی که شاعران در طول تاریخ اون رو به جنت الله فی الارض وصف می‌کردند، جنت زیبای خداوند، بهشت زیبای خداوند بر زمین. در اینجا که چهچه بلبلان هست و نعمت‌های بی‌دریغ رحمان، در اینجا خواستیم که با برخی از جوانهای پرنشاط و پرشوق همراه بشیم و شما عزیزان رو هم با خودمون برداریم، بیاییم در این فضای زیبا و با این قلب‌های پرشور و نشاط در خدمت یکی از این جوانهای خوش‌ذوق و با ایمان هستیم، حافظ قرآن و اهل ایمان، جوان یا نوجوانی که میخوایم که همه جوانها و نوجوانهای امتمون، ملتمون، همه از این جور جوانهای با همت درس بگیریم. در خدمت یکی از این دوستان و عزیزان و مهمانای خصوصیمون هستیم در این روزهای مبارک و اول میخوام که ایشون خودشون رو خدمت شما تقدیم بکنند. جناب استاد ذبی اگر لطف بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهم اولتر تحفه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که تو عبارت از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برایتان تقدیم می نمایم. نام من است قاری ذبیح الله از ولایت تخار، شاگرد در جامعه بین المللی اسلام آباد در کلیه اصول الدین. خیلی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و دعوت بینندگان عزیز رو و در خدمت جناب قاری ذبیح الله هستیم از استان تخار افغانستان و ایشون دانشجوی دانشگاه بین المللی اسلام آباد در رشته الهیات هستند. قاری ذبیح از حافظان قرآن مجید هست که همراه با برخی از دوستان و همدورهاش تصمیم گرفتن بیان در این فضای زیبا در یاد خدا باشند و ذکر و عبادت مشغول بدن، جایی که خیلی از جوانها میان در همچنین فضایی، این فضای زیبایی که مشغول به طاعت خداست، این درختایی که در یاد خدا هستند، این بلبلان و قناری هایی که چهچه میزنند و تسبیح خدا میکنند، این موریانی و این سنگ ها و طبیعتی که در یاد خداست، اینها رو با رقص و دهل و به اصطلاح نافرمانی و معصیت خداوند آزرده خاطر میکنند. این مؤمنان و این جوانان اومدن که نه، با یاد خدا در این طبیعت زیبا از خداوند و از نعمتهای بیدریغ خداوند شکر ادا کنند و شکرگزاری نعمت پروردگار منان کنند. من میخوام از قاری ذبیح بپرسم که شما چه وقت قرآن کریم رو حفظ کردید و تجربه ای اگر در این زمینه دارند و نصیحتی برای جوونا و نوجوانای ما و که با قرآن انس بگیرند در این زمینه اگر به ما نصایحی رو تقدیم کنند خیلی ممنونشون میشه. تشکر دکتر صاحب. چون که عمرم خیلی خرد بود و خیلی علاقه به حفظ قرآن داشتم، تصمیم گرفتم که قرآن پاک را حفظ نمایم
و این تصمیم را با پدر جانم هم مشاورت نمودم که میخواهم کلام قرآن، کلام الله را حفظ نمایم. چون که علاقه زیاد داشتم و عمرم تقریبا هم کم بود، عمری 10 سال بود که اراده به حفظ قرآن نمودم و رفتم یکی از ولایت های پاکستان که در لاهور بود. آنجا رفتم در یک تحفیظ دارالقرآن کریم قرآن را حفظ نمودم. چون که محبتم با قرآن و تعلیمات اسلامی خیلی زیاد بود. بعد از تدریس مکتب خیلی از برادرها مشوره دادن که کلیات مختلف از قبیل کلیات شرایط، کلیات مختلف اقتصاد، کلیات آیار، خیلی مختلف کلیات بودن. خواستن مشوره دادن که آنجا خود تعلیم را پیش ببر. چون خودم خیلی با تعلیمات اسلامی محبت و شوق خیلی زیاد داشتم، داخل گرفتم در کلیات اصول دین، در کلیات الوهیات. اگر نصیحتی برای بینندگان دارید برای حفظ قرآن؟ قرآن کلام الله است، چون بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. قرآن معجزه ای است از پیغمبر اسلام و نازل شده در ماه مبارک رمضان بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. چون میخواهم از برادرای کوچک خود که وقت خود را ضایع ننموده و وقت خود را در حفظ قرآن، الان وقتشان است، هنگامی که کلان شدن نمیتوانند با حفظ قرآن را حفظ نماید. چون ذهنها و فکرها خیلی مختلف میشه و نمیتوانند که حفظ قرآن را نماید. یگانه چیزی که برای من در حفظ قرآن شوق پیدا شد و وقتی که من در مکتب قبل از حفظ قرآن بودم خیلی ضعیف بودم و نمیتوانستم درس ها را پیش ببرم. چون وقتی قرآن را حفظ نمودم و دوباره به درس های خود ادامه دادم، یعنی خیلی برای مفید و خیلی یعنی مفید و صحت برای من تمام شد که بعد از آن خواستم درس ها را بدون کدام مشکل، بدون کدام درس های خود را پیش ببرم. بسیار زیبا. استاد ذبیح یک نصیحت بسیار پرباری رو به ما تقدیم میکنند. زیباست. میفرمایند که در کوچیکی مشکل داشتند برای خوندن درساشون، الان بعد از اینکه قرآن رو حفظ کردند، حافظه‌شون رشد کرد، بزرگ شد، سینه‌شون شد مرکزی برای قرآن و کلام خدا، سینه‌ای که در اون کلام خداست. دیگه اون سینه برداشت هر گونه کلام بشر رو داره و براش آسون هست. ایشون یکی از شاگردان ممتاز دانشگاه هستند در رشته خودشون و با شوق و علاقه این رشته رو انتخاب کردند و الان بعد از اینکه قرآن کریم رو حفظ کردند تونستند موفقیت‌های بسیار بسیار شایانی رو به دست بیارند. جوانای ما، نوجوانای ما میخوان که در آخرت ممتاز باشند، شاگرد ممتاز بهشت باشند، یا میخوان شاگرد ممتاز دنیا باشند. در هر صورت راه قرآن است. کسانی که قرآن را حفظ میکنند، با قرآن انس میگیرند، سینه هاشون جایگاه و گنجینه کلام رحمان میشه، اونا دیگه مشکل ندارند، به سادگی میتونند از پس هر علم و دانشی بر بیان. میخوان در زمینه سیاست، اقتصاد، پزشکی، مهندسی، کامپیوتر، هر رشته‌ای که میخواید بخونید ماشاءالله ممتاز میشید. استاد ذبیح از این نمونه هایی هستند که قرآن رو یاد گرفتند. الان بیش از چند زبان رو با اتقان کامل دارند حرف میزنند. زبانهای اردو، انگلیسی، پشتو، فارسی، عربی، در همه این زبانها مهارت دارند و اینها همه تحفه ها و ارمغانه های دنیوی این کلام رحمان هست که سینه باز میشه برای همه چیز، همه علم و اندیشه های بشری در این سینه گشاد که مثل اقیانوس بی منتهایی شده هیچ جایی رو نمیگیره. برعکس اونهایی که سینهشون تنگ هست و از کلام رحمان فارغ که همچنین فرصتی رو متاسفانه از دست دادن. پس این نصیحت و اندرز عالمانه این دوست نوجوانمون رو گوشواره گوشهامون کنیم و هممون به طرف قرآن رو بیاریم که در اون هم سعادت و خوشبختی دنیا نهفته است و هم سعادت و خوشبختی آخرت. میخوام از برادر عزیز و دوست مهربون و عزیزمون
زبی جان بپرسم که شما خوب اومدید به این پیکنیک در این جنگل‌های به اصطلاح کشمیر، هدفتون از این پیکنیک یا از این گردش چی بود؟ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب و ایضا در جای دیگر فرموده اند فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. چون دوستها خواستند که به وادی کشمیر تشریف ببرند، من هم ذوق و شوق و علاقه پیدا نمودم که با دوستها وارد کشمیر شوم و از خلقت پروردگار عالمین نظاره نمایم. چون وقتی که اینجا آمدیم خیلی یک نظاره عجیب و خیلی یک منظر زیبا از خلقت پروردگار عالمیان را مشاهده نمودیم. چون خداوند خودش در قرآن فرمودن قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، یعنی به زمین گردش نماید و زمین هر جای را مشاهده نماید و خلقت الله سبحانه و تعالی را در کائنات و در همه جای نگاه نماید. چون ما اینجا تشریف آوردیم خیلی یک جای زیبا، خیلی یک جای دلکش، خیلی یک منظر خیلی خوب از خلقت الله سبحانه و تعالی است. بسیار زیبا، بسیار زیبا. این است جواب سینه‌ای که گنجینه کلام رحمان هست، سینه‌ای که قرآن رو درش داره. الان زاویه دید انسانی که اهل قرآن هست با دیگران تفاوت داره. زاویه دید یک انسانی که هدف داره در زندگیش، همه چیز رو از زاویه هدف میبینه، زندگی براش بیهوده نیست، لحظه لحظه زندگیش رو ازش استفاده میکنه. در این جنگل کشمیر و در این کوههای سر به فلک کشیده و در میان این قناری ها و بلبلان زیبا و خوشخوان میان تا آثار رحمت خدا رو ببینند، خلقت خدا رو ببینند، در ملکوت آسمان ها و زمین بنگرند، بزرگی و رحمانیت و رحیمیت و ربوبیت و مالک الملک بودن خدا رو نظاره‌گر کنند. خیلی زیباست وقتی که با این زاویه به زندگی نگاه میکنی، با این زاویه به خلقت خداوند نگاه میکنی، به آسمون ها، به زمین، به سنگ ها و درختان و به همه خلق خدا رو نظاره‌گر میکنی. واقعا زیباست. زندگی معنا و مفهوم بسیار شیوای خودش رو داره. الان در ماه مبارک رمضان، ماه برکت، ماه رحمت، میخواییم که از زبی جان بپرسه که چه نصیحتی تقدیم میکنن به جوانای هم سن و سال خودشون که از رمضان بیشترین استفاده رو ببرن. تشکر. چون ماه مبارک رمضان است، ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت و پرفیض می باشد. رمضان ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده. رمضان ماهی است که بنده می تواند از گناههای خود، از پشیمانی های خود، از گناهها، چون انسان در خطاست، انسان خطاکار است، این ماه مبارک و ماه پربرکت ماهی است که انسان می تواند از گناههای خود، از سرکشی های خود پشیمانی نماید. چون ماه رمضان یک ماه خیلی پرفیض و پربرکت است، انسان باید در از همه بیشتر عبادت الله را نماید. چون در دیگه ماها فرصتی نداریم. این یگانه ماهی است که در این عبادت خداوند و عبادت الله سبحانه و تعالی را نماییم. چون ماه رمضان خیلی از جوانه هایی است که در دیگر ماها خیلی خطاها و کارهای ناپشیمانی میکند که ناراضگی الله تعالی می باشد. این یگانه ماهی است که در این باید عبادت نماییم. عبادت وقتی تهجد، نمازهای پنجگانه را صحیح ادا نماییم، نماز، روزه، زکات، صدقه فطر را به غریبان دادن، از همه بهتر این ماه مبارک رمضان می باشد. ماه رمضان چون که در دیگر ماها، خصوصا در موسم گرمی ها، ما و شما اگر آب ننوشیم
خیلی اگر نان نخوریم خیلی زود تشنه و گرسنه میشیم. این یگانه ماهی است که پروردگار عالمیان برای مسلمان ها طاقت میدهد. شما از صبح تقریبا 15-17 ساعت روزه میگیرید و هیچ احساسی تشنگی و گرسنگی نمی نماید، چون که ماه مبارک ماه رمضان است، قرآن نازل شده است. در این باید تلاوت های خیلی زیاد نماییم و استغفار نماییم از پروردگار عالمیان و از گناه های خود پشیمانی نماییم، چون که ماهی است، یگانه ماهی است که در آن دروازه های دوزخ بند می شود و دروازه های جنت باز می شود. ماهی است که شیطان ها بسته می شود. صرف نفس انسان است که به نفس خود انسان غالب نماید. این ماه پربرکت و پر شگفته است. زنده باشی. بسیار زیبا و شیوا. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان، ماهی که خداوند اون رو با قرآن و نزول قرآن 100 شرف داد بر ماه‌های دیگر. ماه رمضان رو استاد ذبیح می‌فرمایند که بیشتر با عبادت به خدامون نزدیک بشیم. این فرصت عبادت هست. ماه قرآن، ماه تلاوت قرآن، ماه فهم و درایت قرآن، ماه روزه‌ای که خداوند خودش اجر اون رو به عهده میگیره و به انسان اجر و پاداش میده. ماه نیایش، ماه نماز و روزه، هم 5 وقت نمازمون رو در مساجد بخونیم، در تراویح و در عبادت‌ها شریک بشیم، در درس‌های قرآنی و درس‌های رمضانی مشارکت داشته باشیم. همه برنامه‌های دیگر در همه سال وجود داره، اما این فرصت رمضان هست، فرصتی که شاید دوباره تکرار نشه. خیلی از افراد، جوان‌ها، بزرگایی بودند که سال پیش با ما بودند، امسال نیستند و به دنیای دیگر رخت بربستند و شاید این آخرین رمضان ما هم باشه. پس از این فرصت طلایی استفاده کنیم. استاد ذبیح میخوان به ما برسونند که از این فرصت طلایی بهترین استفاده رو ببریم و خودمون رو پیش خدامون عزیز کنیم و از نظر روحی روانی خودمون رو تربیت کنیم در سایه قرآن و در سایه روزه در این ماه مبارک. و از اینکه استاد ذبیح دعوت ما رو قبول کردند و اومدند با ما و بینندگان عزیز گپشپی داشته باشند، ازشون کمال تشکر رو داریم و همچنین از شما بینندگان که تا این لحظه در این زیبایی کشمیر ما رو همراهی می کردید هم کمال سپاسگزاری رو دارم و همتون رو به خدای منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم برای من و استاد ذبیح و دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و همچنین برای دوستان پشت دوربین و برای همه بینندگان در هر جای دنیا که هستید. خدا یارتان باد و تا دیداری دیگه خدا همه شما رو در پرتو رحمت‌ها و سرشار ایمان حفظ کنه.